آرزویت چیست اسطوره نژاد عرب؟ تشرف به قبلگاه مسلمین در موسم حج. بگو چاره چیست مروان بن حکم؟ شگفتا کنوز چون شغال در کمین شکار مدینی. به خدا اگر امشب را به فردا واگذاری طوفان میراث خلافت را از ریشه برخواهد کرد. سلام بر فاروق ابن سعد عقاب تیزچنگ حجاز. درود بر فرستاده امیرالمومنین یزید بن معاویه. سر حسین را در برد یمانی بگذار و سوی عقاب حجاز به یزید پیشکش کن. زیبا و دلربا و محکوم به مرگ. مأموران ما نشان غرور خلافت را در دامان او یافتند در بازار. ولی خزانه دربار سارق در میان درباریان است، ولی آنان از بیم مرگ کنیز خود را نمی‌شناسند. من از سوی شما به مسلم ابن عقیل فرستاده حسین ابن علی خوش آمد میگویم. بنگرید که در این 20 سال بر امت اسلام چه گذشت. دستگاه خلافت بیت المال را به خیشان بخشید، اغنیا را ارج و ضعفا را خار شمرد، تعالیم قرآن را منحرف، اجرای عدالت را تعطیل و حلقوم آزادگان را برید. ای حسین، یا که باغ‌ها سرسبز و میوه‌ها رسیده. درود بر مصطفیان. از حسین ابن علی به سران 5 ناحیه بسته. عمر ابن سعد. یا امیر. عبیده. یا امیر. پر. یا امیر. اشعث. سرور من. شم. گوش به فرمانم. مالک. یا امیر. حفص. در آیین سپاه خلیفه مسلم یزید. این بر کام تشنه‌ای که در رکاب یزید با پیاده حسین سیراب شود. وای به امیری که بر سربازی چون تو حکم میراند. بگو به چه قصدی به سوی ما آمده اید و چه میخواهید؟ دستور دارم تو را همراه با سپاهت به کوفه نزد عبیدالله برم. آجامی از سواران در اطراف پس زنید تا احدی به اردوی حسین ملحق نشود. یاران حسین از 300 نفر هم کمترند. سپاه کوفه را به کارزار با زنان و کودکان فرستادند. پر را از فرماندهی سپاه عزل و خود کار بیعت گرفتن از حسین را بر عهده گیر. نصیحت مرا از سر خیرخواهی بشنوید و مولایتان را از جنگ باز دارید. زبانت بریده باد گستاخ. مولای ما چگونه تسلیم حاکمی شود که مردم امارتش آغوش بیعت بر او گشودند؟ فین بر زبانی که فرزند رسول خدا را ذلیل پندارد. فین بر کام تشنه‌ای که در رکاب حسین ابن علی با پیاله خلیفه ستم سیراب شود. مأمورتان را بکنید و الا تومه مرغان ناسخار خواهید شد. خاموش ای پور نفرت، ما عمود خیمه خاندان پیامبر را رها کنیم و به دامان ستم پیشگان پناه بریم. ای دشمنان خورشیدش، منم شیدای خاندان نبی. نفرین بر شما که میدان کوفه را با خون برادرم مسلم ابن عقیل جستجو داد و چون اشباح ماست بر مولایم حسین تاخته اید. اکنون که عمل به شریعت و عدالت به افسانه بدل گشته، راهی جز جهاد باقی نمیماند. They say you're the money.